دیدی یه شخصی نشسته توی قایق داره قایق رو سوراخ میکنه؟ این همون راننده اسنپ است که میگه میشه لغو کنی کامیشن ندم. این همون فریلنسر است که تو سایت های مثل پونیشا و کارلنسر میاد میگه میشه بیای پشت صحنه که من اینجا کمیسیون ندم. اونیه که تو آچاره داره کار میکنه. بی‌معرفتن چون فقط میخوان سوده برای خودشون باشه. اینو درک نمیکنن. این پلتفرمه که اومده این بستر رو فراهم کرده اینا توش کار بکنن، اونم هزینه داره. اونم به یک امیدی اومده این راندیس که حالا کاری اصلا به وسعتش کوچیک و بزرگیش ندارن. الان طرفی که بابا اسنپ این همه داره، آقا اسنپ رو ولش کن. ما تو پلتفرم های خیلی کوچیک‌تر هم این رفتاره رو داریم. ببین این باید یه فرهنگ باشه، این یک نوع مرام باشه، یه جور ارق داشتن باشه برای ما نسبت به اون کسی که اومده یک فضایی رو فراهم کرده که ما از طریق اون یک روزی ببریم، ولی خب ما از پشت میخوایم بهش خنجر بزنیم. با این رفتارها هیچ وقت تو حوزه دیجیتال، تو حوزه فناوری ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم، چون همش داریم زیر پای همدیگه رو میکشیم.